من سعدی افشارم. همیشه کار من یه چیه، اونم دست انداختن مردم، از سلطان گرفته تا وزیر و وکیلش، ارباب و زنش، تاجر و رمال باشی و فالگی، بقال، شقال، هرکی دم دستون بیاد. بالاخره باید رو کنیم دیگه. رادیو تلگراف. خانم ها آقایان سلام، به پادکست رادیو تلگراف خوش اومدید. ما در این شماره قصد داریم مروری گذرا بر زندگی هنری سلطان سیاه یا یاقوت سیاه نمایش ایرانی داشته باشیم که کسی نیست جز سعدی افشار. سعدی افشار زندگی شخصی و هنری پرماجرایی داشته و انصافاً میتونه سوژه خوبی برای سینماگران کشورمون باشه. سعدی جزو اون دسته از هنرمندان به حساب میاد که با وجود کمکاری و البته سالها دوری از صحنه نمایش، حتی حالا که دیگه در بین ما نیست هم مردم اونو فراموش نکردن. هنوزم خیلیا هستن که فایل‌های صوتی نمایش‌های سعدی رو گوش میکنن و خنده رو مهمون لبهاشو میکنن، حتی توی این روزگار. همه یه دست خور بزن آقا. بابا چرا خور نزنم؟ برای چی؟ نتیجهش بدبخت کردی ما رو. چطور شده؟ بیسماره کردی. میخوام ببینم فقط من یکیم که مال من حالم از دست دادم یا آدمای دیگه هم هستن؟ از مال ملار فقط همون درست مدیر خونده بودی؟ مکتب رفتی؟ عزیز من، یوسف جان، برادر من، رفیق من، یار من، چی به تو بگم؟ نوکرتم، خواهر من، مادر من خواهر مادر تو؟ شهر من، یه زمانی ارباب من بودی. اصلا چیه؟ حوضی که آب نداره قورباغه لازم نداره. من نمیفهمم. تو که نون نداری بقوی نوکر میخواد چیکار؟ این شاعر که چیه؟ هرچی شعر دریوری راجع به من گفته. ما دنیوری نیست، نداریم بخوریم. ما توی شهر قوی. حالا ندارم. اون وقتی که داشتم چطور دور و بر من میپلکیدی؟ خب الان هم میپلکم، ولی بدبختی اینجاست که آخه به کی بگیم؟ کسی به ما کمک نمیکنه، نمیشناسه ما رو. نبایدم توقع کمک از مردم داشته باشی. ای چشمت درد این شار. ببین یوسف جان، یه خود عصبانی نشو، یه خود به حرف من گوش بده. ببین تا کی تو میخوای ناراحت باشی؟ تا اون وقت که وعد اون دکتر بشه. مسلما درست میشه. خدا گفته از تو حرکت از من برکت. آره خدا رو چه شاید بعد 100 سال دیگه مردی درست. آره نه جان من اینطور نیست. ما اول جوونیمون قدرت داریم، دست به زانو بزنیم میتونیم پول پیدا کنیم. بابا ورمون کن. یا هر کی میگیم یه لقمه نون بده نمیدم به ما. اونجا هم که از دست طلبکار در رفتی. نه من راضی به این کارا نیستم. همه ثروت دارم و دست طلبکار داریم. به یوسف بذار تا بهت بگم. بگو. شاعر میگه خداگر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. نشه بوده برس. چی نشه بوده؟ شاعر شراب خورده بوده. چی باید میگفته؟ دکتر گفته ولی نه برای من و تو. آقا کار که نمی‌کنی. چیه تاجر زاده بودی؟ عزیز من تو این شهر من آبرو دارم. حالا هم صدا کردم که آبرو داری؟ البته. همچی میگه آبرو دارم ها. به من میگن میرزا حسن پسر. به منم میگن میرزا یوفیس. خیلی خوب، ما کی هستیم؟ منصوب کی هستیم؟ من پسر کیم؟ خواجه حسین زرین کلاه. خیلی من چی؟ تو نوکر خانواده ما بودی. من پسر خواجه حسن بی کلاهه.
زرین کلاه لقب پدر من بود. یه موقع اولا مال من تو نوکری اربابی گذشته. خیلی ممنون. ما دیگه زن شوهری. زن شوهر یعنی اینقدر نزدیکیم با هم، صمیمی هستیم. صمیمی. خیلی خوب، بگو 2 تا رفیقیم، 2 تا برادریم. برادریم، یه گشتی جوشیم برادریم. مرور زندگی سعدی افشار ضمن اینکه پرسش‌های زیادی رو ایجاد میکنه، از جذابیتی برخورداره که شنونده رو با خودش همراه میکنه. این که بدونی سعدی سیاه بازی رو بدون این که شاگردی پیشکسوتان خودش رو کرده باشه آموخته و این ماجرا به همینجا ختم نشده، بلکه اون تبدیل به یکی از ستارگان موندگار و همیشگی نمایش ایرانی شده. یا این که بدونی بعد از 60 سال هنرپیشگی و در اوج بیماری و کهولت سن همچنان با حضور ذهن فراوون اولین شعری که روی صحنه تئاتر جامعه باربد رو خونده بوده رو حفظ بود و بدون کم و کاست برای من خوندش. اصلا چرا من بگم؟ خودتون بشنوید و قضاوت کنید. عمو سعدی سلام. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. من نمی‌خواستم دور رفتگاه منو ببینی، با این حال خوشحال شدم خیلی وقت ندیدم. الهی تصدقه. حالت خوبه؟ زنده باشی عمو جون، فدات شم. ماشاءالله. عمو جان جانم، شما اولین تئاتری رو که کار کردی توی جامعه باربد بوده. یه خاطره از اون دوتا میتونی برامون بگی؟ نمیشه به حساب خاطر بود، ولی واقعا برای من خاطره بود. ولی چون من تو 10-13 سالگی با یه دوستی داشتم به نام مهدی مقدم رفتم اونجا کار می‌کردم. اون مهدی مقدم بچه زرنگی بود، اما خیلی زرنگ‌تر بود. 5 کلاس سواد داشت. رفتم یه رولی بهش دادم توی سارنگ و اون قدیمی‌ها بود کار می‌کردم. منم فرمون می‌بردم، کاری بر نداشتم. گویا تو صورتخونه، یعنی بله. تو اون دفتر. صورتخونه یعنی اتاق گیریم، درسته؟ بله بله. اونجا دارن صحبت من سارنگ و اینا برای آینده. آخری برنامه بود صحبت من آقای حالتی هم کارگردان بود، استاد حالتی، رفیع حالتی. بله بله. این کارگردان نمایشم به نام گشت شاه عباس یه همچی دیگه یادمه. آره گشت شاه عباس. گویا دنبال بچه میگردن، چون هرچی میفروختن قدیما میخوندن روش. یه آواز داشته. آره، مثلا میوه بود، سیب بود، هر چیز. یه آواز سبک قشنگی بود. ما یه تحصیلی هم داشتیم اون وقت. فرستاد اون من اول پس چی شده؟ من تو دفتر بزرگان من رفت سلام. من برد تو اتاق بغلیش، اتاق لباس اینا بود. گفت تو کاسه بشقابی دیدی حالا؟ آها. نگه من جنوب شهر بودم، آره. خیابون سینا و اینا. خب دیده بودم. بله. خب کاسه چجوریه؟ گفتم میره پشتش، دستش میره میخونه. گفت چجوری میخونه؟ گفتم میگه آی کاسه بشقاب، کاسه های آب خوری، کوزه های همدون، قده های جای رو خودشه. تموم شد. شعرم نوشت داد و گفت اینو حفظ کن، از این ورسه میری اون ورسه. همین. یه خانوم صدا دومه یه کاسه بسوی فلان داری میره. بالاخره ما سواد درست ندیم. لازم مثلا اون همسایی که اومدن تازه مبتدی بودن، بله، نشوندم آقا این چی نمیشه، این یکن یاد بالاخره سرم یاد گرفتم. رفتم شب اول رفتم میترسم، خیلی سخت جلو اینا. اصلا من قابل این حرف نمیم. من مال برای من سیابازی یاد بگیرم. سیابازی اینجا نیست. بالاخره خوندیم رفت. آهنگی هم ساخته بود خود استاد مهتاش با موزیک پشت دکورا میزد. اسماعیل مهرتاش. بله. بله. ساخته بابا. خوندیم به مولا کاسه لابی ما که گردد در خود کشور مهیا، بعد ظرفیست که آید از اروپا، آوردم برایت فدای لقایت، کاسه بشقاب لابی به رنگ سبز آبی، بریزین توی سیرابی. هم باش می جواب میدم بریزین توی سیرابی. البته موزیک میده یه عالم میده، نستره الان مثل. پس این اولین تئاترتون بود که بازی کردین؟ اولین کارم. الان دارم نرمم میریم جلو. آخری من خیال کاسه بش قابی راحت نیست، اگه صلح پس این بمب اتم چیست، میونه کاسه ها نیم کاسه هایی، آی کاسه بشقاب، کاسه های آب خوری، کوزه های همه دون،
قده ها جای روغن میرفتم کعب هم میدم داشتم آرشیوم رو زیر و رو می کردم که صدای علی فتحعلی شاگرد و دوست سعدی افشار رو پیدا کردم که در مراسم 7 سعدی افشار که در تماشاخانه سنگلج برگزار شد همین شعر کاسه بشقابی رو که سعدی افشار به عنوان اولین تجربه بازیگری خودش در تئاتر جامعه باربد اجرا میکنه رو به زیبایی تمام اجرا کرد. یادم توی سالن با استقبال فوق‌العاده حاضرین مواجه شد. حیفه که شما هم نشنوید. گوش کنید. اگه صلح وسیع بوده از اون چیز میونه کاسه ها نیم کاسه داییز آوردن برایم فدای وفایم کاسه بشقاب قابی به رنگ زرد قابی. اما ماجرای اولین تجربه سعدی افشار به عنوان سیاه نمایش ایرانی هم شنیدنیه. شیما جان قربان برامون میگه که داستان از چه قرار بوده. در کتاب سبک بازیگری و زندگی هنری سعدی افشار نوشته محمد رضا خزائی، سعدی افشار در پاسخ به پرسش نویسنده در مورد اولین تجربه سیاه بازیش اینطور گفته که از سال 1330 به طور رسمی سیاه بازی رو شروع کردم. قبل از اون خیلیا به اصطلاح کلوپی شروع کردند. یعنی مثلا چند تا رفیق توی کوچه و محله بودن که نمایش رو دوست داشتن. ما می رفتیم یه تئاتر در میدان قزوین و نمایش رو می دیدیم. نمیدونستیم چی به چیه، چطوری سیاه بشیم. به هر صورت می اومدیم یه کاری می کردیم و نمایش می دادیم. توی محل پیچیده بود که اینا یه همچین کاری می کنن. صورتمون رو با دود سیاه می کردیم. وارد نبودیم. بدبختی داشتیم. تا 4-5 روز دوده روی صورت هم میموند. همون خنده اونا باعث شد که 48 سال موندگار شدیم. اگه میگفتن خوب نیست، ما هم میرفتیم دنبال کار دیگه‌ای. هر کاری بهتر بود برای من. به هر صورت از اونجا شروع کردم. بعد یواش یواش اومدم بنگاه آقای شایانخو. منو به بازی نمی گرفتن، حقم داشتن. یه سیاهی داشتن به نام خدا بیامرز نعمت گلزار. سیاه اونچنانی نمی شد، اما مردم خوب می خندوند. اسماعیل خیام اونجا بهترین سیاهشون بود. وقتی با اینا می رفتم عروسی، اون سیاه می شد. من در کنار اینا یه چیزی می پوشیدم، می رفتم بازی می کردم. توی یه مهمونی یه حسن شریفی بود که جوان بود. یه شب نیومد. اون شب به من گفتن سیاه شو. نمایش نادر رو هم میخواستن بازی کنن. سیاه پوشی من از اونجا شروع شد که شایان در آورد 5 تومن به من انعام داد. همون 5 تومن باعث بدبختی من شد. بابا جان من میخوام عروسی اینو ببینم. خدا نبود دیگه خودم تو حرف زدم نمیخوام این چی بگی ما قضاوت بله من قضاوت خدا وکیل بفرمایید خانه بوده ببخشید من خدا وکیلی قضاوت میکنم هر دو میگن دکتره باش من میگم دختره رو باید به یه کسی بدم
که سرش به تنش بیارزه. این درست میگه. من میگم خیلی ها اومدن سرشون به تنشون میارزید ولی شما نه. نه با این درست اون میگه هر لختی که اومد بده بهش برداره بده. این درست میگه. مرد باید مرد زندگی باشه. این درست میگه. مگه من دختره رو دم آب گرفتمه. این درست میگه. وقتی هم خورشیدی شد فایده نه. نه اینم درست میگه. بابا من پدرشم، من صلاح کنم. سعدی افشار برای مدتی به عراق میره و در اونجا با یک گونه نمایش ایرانی به نام الاغ سواری آشنا میشه. تا قبلش هم اصلا نمیدونسته چون این نمایشی وجود داره، اما به دلیل خلف وعده صاحب کارش به تهران برمیگرده. یادم میاد که میگفت روز آخری که حساب کتاب کردیم صاحب کار دبه در میاره و مبلغ کمی از دستمزد واقعی سعدی رو پرداخت میکنه. سعدی هم لج میکنه و پولا رو بین اعضای گروه تقسیم میکنه و فقط به اندازه کرایه ماشین تا تهران ازش برمیداره و برمیگرده تهران و دست سرنوشت دوباره سعدی رو به سیاه بازی برمیگردونه. شاید این خوششانسی ما بوده و شایدم بدشانسی برای سعدی. وقتی سعدی به تهران برمیگرده مهدی سنایی با اصغر باقری شریک میشه و تئاتر حافظ نو رو راه میندازن. تئاتر حافظ نو ابتدای شهر نو بوده و به عنوان یک تماشاخونه نوساز در حقیقت کار خودش رو شروع میکنه. سنایی به طور همزمان از سید حسین یوسفی و ابراهیم خندان و محمود یکتا و سعدی افشار دعوت میکنه که هر کدوم یه شب توی تئاتر حافظ نو اجرا داشته باشن که البته حضور 4 سیاه‌باز در یک تماشاخونه برای اولین بار بوده که اتفاق میافتاده. حالا تصور کنین 4 تا سیاه‌باز درجه 1 که هر کدوم امضای کار خودشونو داشتن و صاحب سخن بودن قرار بوده که هر شب یکی از اونها به هنرنمایی و جذب تماشاگر در یک تماشاخونه نوساز و نوظهور بپردازه. سعدی میگفت ظاهراً کمی بعد سید حسین یوسفی به مهدی سنایی اعتراض میکنه که بهتره فقط یک سیاه توی حافظ نو باشه و باقی بچه‌ها توی سایر تماشاخونه ها اجرا کنن. مهدی سنایی هم میگه که نمیتونه به یکی بگه بمون و به اون یکی بگه برو. در نهایت به این نتیجه میرسن که در یک شب 4 سانس اجرا در نظر بگیرن و هر 4 تا سیاه به نوبت اجرا برن و نهایتاً مردم اونا رو انتخاب کنن. مهدی سنایی در حقیقت میخواسته بدونه که مردم از کدوم یکی از این 4 سیاه بیشتر استقبال میکنن. همین کار رو هم میکنن و سعدی افشار که آخرین سانس اجرا نوبتش بوده انتخاب میشه و به قول خودش 11 سال پاگیر تئاتر حافظ نو میشه. منصب رو کنار میذاریم، دوستانه نشستیم با هم صحبت به قول شاعر بزرگ میفرماید چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی، چون هستی خوش باش قربان. ای بیدار قربان. نه خان داتا درباره به خاطر داشته باشید که اگر فینگیری برای ما ساز زد و من از ساز زدن اون خوشم آمد به درگرباشی مخصوص دستور بدهیم که یک مزاب از طلای ناب برای او بسازند. من خودم راه نمیدم خونه رضای طلا رو برم خونه چیکار؟ رضا نه جانم، مزاب اونی که باش میزنی شایستگی داره. بله بزن ببینم قربان. سعدا ببینم چی کار میکنی ها؟ حکایت میکنه قربان. گوش کن قربان. به این میفهمم چی میزنم. چیزی نزدی؟ نه حالا بعدا معلوم میشه. سوالی داشته. بله. پس این صداش کن. یه ما دیگه در میاد. نفهمیدم. تو حالا ساز میزنی یک ماه دیگه صداش در میاد؟ بله؟ حالا ساز میزنی یک ماه دیگه صداش در میاد؟ آخه ساز منم مثل دوزد دیگه شب میزنه صبح گندش در میاد. وای بر من. خب ببینم تو به سردار مایه میدهی یا سردار به تو مایه خواهد داد؟ اینو نمیدونم. سردار؟ بله.
من به شما مایه بدم یا شما مایه میدی؟ فرق نمیکنه. اصولا تو که نوازنده هستی اول تو باید مایه بدهی. مشغول باش. به به این میفهمد چی میزنم. تو هنوز چیزی نزدی. خود من نمیفهم چی میزنم. این میگه بابا مگه تو منو به کشتم بدی؟ خب مشغول باش. به یالا نه روی داری بخوان چرک نم بخون به این اساس من بهتره. اون شکر خنده که پرنوش دهانی دارد چرا از خودت شکلک در میاری به جای ساز؟ نه قربان آخه باید همچی پرده ها رو پیدا بکنم. بله پرده ها رو پیدا بکنم شب عید بدم بشورم. سعدی افشار بالاخره بعد از اینکه 11 سال خنده رو مهمون لب‌های تماشاگران خودش در تئاتر حافظ نو میکنه، توسط داریوش اسدزاده به تئاتر نصر دعوت میشه و پاش به لاله‌زار باز میشه. منتها این دفعه دیگه با اون سعدی نوجوانی که روی صحنه تئاتر جامعه باربد شعر کاسه بشقابی رو میخوند فرق کرده بود و مردم کوچه و بازار با اسم و هنرش آشنا بودن و کلی طرفدار داشت. و شاید بدون اینکه بدونه تئاتر نصر رو که اون زمان توسط دکتر والا اداره میشد از ورشکستگی نجات میده. البته پیش از سعدی تماشاگرای لاله‌زار با سیاه بازی آشنا شده بودن، چون تئاتر فردوسی از مهدی مصری که استاد مسلم سیاه بازی و پیشکسوت سعدی افشار بود دعوت کرده بود و مدتی بود که مهدی مصری توی لاله‌زار سیاه بازی می‌کرد و کلی خاطرخواه داشت. و حالا رقابت برای سعدی هم جدی‌تر و شاید هم سخت‌تر شده بود. ولی سعدی دلو به دریا زد و رفت به لاله‌زار. به نظرم بهتر ماجرای سیاه‌بازی سعدی توی لاله‌زار رو از زبان خودش بشنویم. بریم سراغ تئاتر نصر. تئاتر نصر از 12-13 سال رفت تو 16-17 سال. 17 سال هم دیگه اونجا رفتم تئاتر نصر. دیگه سعدی افشار شکل گرفت در حقیقت. تقریبا آره. اولین تئاتری که توی تئاتر نصر بازی کردی یا تئاتر تهران اون روزگار؟ نه همون نصر. آقای دکتر والا بودن و داوش آقای همین داریوش اسدزاده و آره داریوش اسدزاده اونشون مدیر عملتی بودن. ما رفتیم برای بنردم سیاه‌بازی. قبل از ما مهدی مصری رفته بود. تو همون تئاتر نصر؟ نه تئاتر فردوسی. تئاتر فردوسی پشتش. تئاتر تفکری. بله خوبم چیز برده بود. الان یا خدا بیامرزه. آمریکا مرد بنده. محسن فرید اون برده شلوغ هم شده بود. برای همزه تو لاله‌زار نهیدودن سیاه‌بازی شلوغ هم. یه شب من رفتم کار نیومد. یه من دم در دیدم بردن تو. هر کاشم نمیشه مهدی مصری بود. من گفت شما به در نقش مهدی مصری بازی کردین؟ به جاش بازی کردین؟ نیومد و لنگ بودن. یه آشنا بود من از اسلام میشناسم برد تو باید این شب عجیبی به قرآن. آخه نه نمیزن خدا به ما چی کار کرده کار میشناختم ولی اون برای خود یه شگرد دیگه. آره دیگه. بعد هر کاشتم ها نگرفت من مینوزم نگرفت فرشا دیگه نرفتم. حالا از تئاتر نصر آقای داریوش اسدزاده که ما رو رفتم دو اولین برنامه‌مون به نام کنیز بود. یعنی یک صندوق رو از تو دریا میگیریم 2 تا آدم ماهی گیریم. آره اون استاد منم شاگردش بردیم میشه سلطان بادو تو دادیم اونجا ما خودمون دست برمون بند شدیم. اون بهترم یک چیز شد سنایی خدا بیامرزه مهدی سنایی. بله خدا رحمت کن. اول برنامه این بود کنیز. خیلی هم شروع شد. چند شب اجرا شده اون خاطرتون میاد؟ تقریبا یه ماه خورده قشنگ رفت. پر سالن میرفت. آره برای میگم نهیدودن سیاه‌بازی تو لاله‌زار برای خیلی تازگی رفت. همه کمدی بود خیلی میگرفت. زبون همدیگه رو میفهمیدیم. آره خیلی. چند سال تو تئاتر نصر فعالیت کردی؟
نه من خورده تقریبا میشه اصلا لاله‌دار کلا تمام تعداد دیگه نه که کلیش بود بیشترش بود. آره 30 سال که اون داره سوزوندن ها. بله 30 سال لاله‌دار طول کشید. بعد انقلابم تئاتر پارس رو اگر اشتباه نکنم شما بازی کردی تو. بله بازی کردیم. بعد من تئاتر دهقان دست آقای احمد آقای رحیمی آقای اسدی بود. بعد دوباره رفتم به کل نگم. بعد آقای عظیمی اومد که آقای رضامندی بود و یه ما جوان اومدن اینا خوب جا افتاده بودن تو تئاتر دهقان. نه اون برنامه میگفت اینا بازی میاد جوان بودن. بعد اومد دنبال من 2 دفعه اومد دنبال من نوشت گذاشت من نبودم نرفتم. بعد احمد میرابی از کارگر اونجا بود کار میکرد اون حفشه بود من فرمانو ردارم چیز میبورد عظیمی رو این اومد تو خونه نشسته بودم مهمونم داشت دست من یه بارانشو بریم آورد بعد می سپردم موندگار شدم دیگه. بعد نبودم بعد از اون خدا بیاموزی سعدی افشار در نمایش تخت‌حوزی یا سیاه‌بازی سرآمد زمانه خودش بوده. اون با سعی و تلاش بیوقفه بدون این که سراغ کپیکاری بره و ادای پیشکسوتان خودش رو در بیاره در نمایش ایرانی و سیاه‌بازی امضای خودش رو پیدا میکنه. حتی مردم کوچه و بازار و هنرمندان اداره تئاتر هم که به صورت اکادمیک و با استفاده از سواد تئاتری روز دنیا کار می‌کردن به این واقعیت رسیده بودند و برای سعدی احترام ویژه‌ای قائل بودند تا جایی که علی نصیریان هم به تماشای کارهای سیاه‌بازی و نمایش‌های سعدی افشار می‌نشسته و ارتباط خودش رو با نمایش ایرانی قطع نمی‌کرده. خاطرم میاد که استاد علی نصیریان در مراسم 7 سعدی افشار در تماشاخانه سنگلج در مورد سعدی افشار و هنرش صحبتایی کردند که تقریباً بعد از 13 سال به اتفاق میشنویم. سعدی افشار یکی از استعدادهای منحصر به فردی بود که از اون دوره و نسل استعدادهای بسیار درخشان و خودجوش در تئاتر تخت‌حوزی سعدی افشار از اون نسلی بود که دنباله اون نسلی بود که ظری‌الله ماهری، زری زرگر و مهدی نسبی، سید حسین یوسفی، رضا عربزاده و غیره که الان درست تو ذهنم نیست همه اسم‌ها و این 3-4 که از درخشان‌ترین استعدادها. چون اینا ما باید توجه داشته باشیم که هیچ مدرسه‌ای نبود، هیچ کلاسی نبود، فقط الگوهای خیلی ابتدایی اینا داشتن که در کار تقلید و درکی. این خیلی مهمه که اینا چه استعدادهایی بودن، چه استعدادهایی اینا الان توی این فیلم اشاره کرد که شاگرد و اینا و میگفت خون، تو خونش و این خب مسئله ذات و اون فطرت و اون چیزیست که بالاخره هنرمند هر انسانی خداوند به هر حال یک بدیعه‌ای در استعدادی درش گذاشته در یک رشته خاصی رو در قسمت هنر خب افراد خاصی هستن که این ژن و اون قول آقای سعدی افشار خدا بیامرز خونشون بهشون این مجال رو میده که به صورت خودجوش البته با تقلید چون اسم اینا تقلید بوده اول تقلید زری زرگر میگفتش که خب من تقلید این سیاه چون شای زرگر بوده تو دربار یه تقلید این سیاه ها رو میکردن یه تقلید سیاه هایی که میدیدن تو دربار اون خواجه ها بر اساس تقلید بوده و سعدی افشار آخرین بازمانده اون نسل من یه کسی رو نمیشناسم این تقریبا منقرض شد. سعدی افشار تا جایی در کار خودش به درجه استادی میرسه که برای اجرا در جشن هنر شیراز
به عنوان جشنواره و رویدادی فرهنگی هنری و البته بین المللی دعوت میشه. بهتر خاطره سعدی افشار رو که در کتاب سبک بازیگری و زندگی هنری سعدی افشار نوشته محمد رضا خزایی به چاپ رسیده رو از زبان شیما جان قربان بشنویم. سال 1350 در 5مین جشن هنر شیراز 4 برنامه انتخابی برده بودیم به نامهای 2 ساعت سعادت، میرداماد، گذشت و یه کار دیگه که اسمش خاطرم نیست. بیژن مفید اونجا زیاد با پیتر بروک میگشت. اینا اومدن کار ما رو دیدن و میبینن مردم عجیب میخندن. بروک میپرسه که اینا چقدر تمرین کردن که مردم اینقدر میخندن. بیژن مفید میگه اینا تمرین ندارن. ممکنه نیم ساعت نمایش باشه اما اینا برای 2 ساعت کار کنن. واقعا باورش نمیشد چون خودشون 6 ماه تمرین میکردن. البته کارشون خیلی خوب بود. بروک میگه خب من بهشون یه خط میدم کار کنن. اومدیم تهران. بروک چند خط از نمایش عروسی فیگارو رو نوشته بود و دادن به سنایی. توی مینیبوس که داشتیم می اومدیم سنایی داستانو تعریف کرد که یه ارباب و یه نوکر، مثلا نوکره نمیذاره ارباب کارای زشت انجام بده و به خانومش خیانت کنه. یه همچین چیزی توی ماشین مختصر گفت. ما که رسیدیم برای اجرا 1.5 ساعت این داستانو نمایش دادیم. مردمم می خندیدن. البته ما یه مشت کارم قاطی کرده بودیم چون همه این قصه که بروک میگفت در 3 دقیقه تمام میشد. اینجا بود که دیگه باورش شد که یه همچین کارایی هست. بعدش قرار شد بریم سفر خارج که مشکلاتی پیش اومد و نتونستیم بریم. خب شنوندگان عزیز، ما به پایان اپیزود نخست پادکست سعدی افشار رسیدیم. لطفاً اگر از پادکست رادیو تلگراف خوشتون اومده، براتون شنیدنی بوده، براتون مفید بوده و فکر میکنید که ارزش این رو داره که به سایرین معرفی بشه، دریغ نکنید و ما رو همراهی کنید. شما باشیم، البته نه اونطور مهمانان، نمیدونم میشناسیم منو نمیشناسیم، البته قدیمی ها که میشناسن برای شما تعریف کردن حتما، یا تئاتر من دیدی یا تلویزیون قدیما کار میکنن. به هر صورت من سعدی افشارم. همیشه کار من یه چیزه، اونم دست انداختن مردم، از سلطان گرفته تا وزیر و وکیلش، ارباب و زنش، تاجر و رمال باشی و فارگی، بقال، شقال، هرکی دم دستون بیاد. بالاخره باید رو کنیم دیگه.